سلام بچه، چطورین؟ به کانال من یعنی عرفان بود گیم خوشت اومدین. امروز اومدم با دوستم یعنی علی کلانتری بازی جومانجی رو انجام بده. سلام بچه‌ها. خب من توضیح خیلی کوتاهی در مورد جومانجی بهتون میدم. بچه‌ها احتمالاً بیشترانتون یا افراد خیلی کمی فیلم جومانجی رو دیدن که خیلی سه تا فیلم جومانجی ساخته شده. یکی واسه زمان خیلی قدیم بود، یکی هم که جدید ساختن و توش البته جدید که الان 2-3 سال اون ساختن و بازیگرش مثلا یکی بخوام مثال بزنم راک کشتیگیر و کشتیکده. حالا زیاد واردش نمیشیم بچه، این همون خونه سازی بودش که قبلا مثلا انجام میدادین، یه دونه‌شو ور می‌داشتین میافتاد، بعد مثلا اگه میتونستی مجازاتی میشه چیزی میشدی. البته این الان من مثال بخوام بردارم این همونه، ولی روش چالش هم داره. مثلا گوش نفر راست سمت راستتون رو بکشید. خب این مثلا چالشه. حالا میریم که انجام بدیم. بعد علی جان شروع کن چون مهمونه اول اون بکشه. چی نوشته؟ نوبت شماست که برای همه چای برید. خب بچه ها صبر کنید من برم از چای بریزم، بعد الان میرسم خدمتتون. خب بس دیگه. من این دفعه میخوام ریسک کنم از وسط در بیارم. به نظر نکنی خیلی خوبه. موافقم. با حرف علی خیلی موافق بودم. فقط نمیکشم. با صدای بلند بخندید. سه بار صدای بوغلمون رو در بیاورید. بگو. چجوری؟ بگو. بگم. باید بگی نمیشه، بچه ها منتظره. بچه یه دقیقه من کمکش کنم. البته شما هم که نمیبینید. یه بار بچه سرشو در میارم، 3 بار پشت دارم باید بگید. ران که ذره صداش ناجوبه، حالا شاید سرطان همینجوری داره بوغلم نخواه نمیم. حالا نه دمت گرم، خوب در آوردی ماشاءالله. آره دیگه نداره. بچه چیزی قبل از اینکه اینو بکشم بگم، آخرین نفری که یعنی اون کسی که بکشه بیفته مجازات میشه. چه مجازاته؟ مجازات رو تعیین میکنین دیگه. 3 بار صدای اسب بیارید. درسته؟ بگید. خوبه دیگه هستم. خب علی نوبت توه. آخه بیفته چی مجازاتی بشه بچه ها. نه دیگه رو نمیتونی برداری. تقلب بسو میشه بچه ها دلشون میخواد هیجان ببینن. آخیش پوچ یعنی خدا باشو. خب بچه ها من جاتون میتونیم بازی کنم خوب نیست. این باید بگیرش بدمت گرم. نوبت شماست که برای همه بستنی بخرید. خب من برم براتون بستنی بخرم، میرسم خدمتتون. دیگه به بزرگی خودتون ببخشید دیگه نرفتیم بخریم. آخیش باشه یه قاشق دیگه فعلا. طعم شکلات. نمیخواد اینجا بگی بچه ها بکنم اسپانسرمون بستنی. خب بچه دیدیم که ما هم بستنیمون رو خوردیم، ولی چون بستنی آب پوشیده دادیم یکی از عوامل پشتانه که ازش تشکر میکنیم و الان بردن. خب نوبت شماست که برای همه بستنی بخرید. دومت من بود. الان شما باید بگید. رو دیگه نمیتونی بکشی گفته باشم. آقا بچه من نگرنش نذار تقلب کنه. یه دستی باید بری. خب با اون دست بکش، با هر دست بکش. نیافته. یک بیت شعر بخوانید. یک بیت شعر بخوان. یه توپ دارم قلقلیه. کوچیه خودم. عیب نداره. حالا این یه توپ دارم قلقلیه، سرخ و سفید و آبیه، میذارم زمین هوا میره، نمیدونم کجا میره. من این توپو نداشتم. ممنونم از عوامل پشتانه.
بچه به خاطر شما آی 3 بار صدا سوسکی در بیارید. بچه خودش بلد نیستم راست میگم، ولی من سعیم میکنم دیگه. بازم به بزرگ خودتون ببخشید دیگه. من نمیدونم خب ولی اینو قبول شده بدون دیگه. بودو نمیستونم بچه نمیره نه دیگه بچه من گفتم نجا تقریبا نگران نباشید. بچه دست راست نمانده بیافته بچه چی مدرسه این دست نمانده. خب بچه تا علی داره میکشه لایک و سابو حتما یادتون نره. میخوام بازم از این ویدیو بذارم، اگه دوست داشتین بگیم بازم علی کلانتری رو بیارن. 5 میوه گمسیری نام ببرید. گمسیری نام ببر. چی گمسیری؟ یه راهنمایی کن. یه نام گرمسیری من دقیقا خودم هم نمیدونم گرمسیری چی. خب دروغ نگم. من میگم مثلا این میوه که تبش گرمه. از سبزیجات میگم. بگم اگه تو به بازی باید اون مجازاتی که ازش 15 تا برید. به خاطر این بودو 5 میوه گرمسیری منتظر بگیر. بچه منتظرم. من سبزی هویج کاهو هویج کاهو گیشنیز بعدی میوه که حساب نمیشه. خورما تبش گرمه. خورما 4 تا. یکی دیگه هم بگو دیگه. سبزی خورد چیزی به سهرم نمیرسی منطقی بود. خب بچه اگه ولی میدونم مثلا شما الان میگی این چه وضع گرمسیری گفتنه. خب ولی چون برای اینکه شما خوشحالشیم ما هم خوشحالشیم، اگه علی کلانتری ببازه خب مثلا مجازات 10 تایی ما در نظر گرفته بودیم بعد 15 تا بزنه. البته اگه خودم نتونم بگم 15 تا 15 تاست. آره دیگه. آره من به عشق بچه‌ها اینو میکشم. این نمیشه بچه من به عشق شما این وسطی نکن. این یه دونه داره فشار. نه ممنونم بچه عشقت خودتون زیری این داره باید بکشش. این آره اینم این خوبیه. ممنونم. 5 تا میوه گرمسیری نام ببرید. خب شدیم 15 دوستتون دارم. 15 این دیگه. یعنی هر چیشه بچه 15 تا باید بزنیم. این آقا رو از رو بردارم. خب از رو بردار. خدای جانم. نه از اون رو نه دیگه. بچه تقلب میشه دیگه اون رو برداره. قبول دارین؟ خب برد میوه سرس چقدر به میوه کار دارم. بچه بذاریم بساتون بگم 5 تا میوه سرد سیری نام ببرید. بچه ما که دو میوه چی خب، ولی شما حتما تو کامنت ها برای من بنویسین و الان دیگه برای علی میشه 20 تا. چرا 20 تا الان میوه برای منم در میاد. خوشحال میشم. بیاف با صدای بلند گریه کنید. در کردیم متشکرم. بچه چه صحفی درست کردیم. برو بعدی. من نمیخوام بریزم. باید بشه رو نمیتونی بده. آخ بیفته کسی بیفته نیفته. چه نشته؟ یک بلوک دیگر بردارم. خدایی یعنی اصلا معجزه است و من میبارم در نهایت فکر کنم. نه میتونی بکنم من چه هستم. اون آره خیلی انا به آزادش بهتره. خدا بچه ها نه افتاد. 5 میوه سرد سیری نام ببرید. 25 تا دیگه. بچه ها میدونی الان خب هر چی مونگیم برای شما سود میشه، یعنی مجازات ما بیشتر میشه. خب به خاطر اینکه علی کلانتری و من که باید 20 تا بزنم آره؟ تو 15 تا من 15 تا بزنم و علی 25 تا. حتما لایک و ساب فراموش نشه. آخرش هم میزنیم. خب نگید نمیزنن، دوربین هست با تو میزنه، نگران نباشید. من دعا میکنم بیفته.
بیا بیا ایتا بیا بچه از این زیریه ردیف اول برداشتم. خب 5 شاعر نام ببرید. سعدی، حافظ، فردوسی، ایرج میرزا، ابوطالب، پهلوان، ایرج میرزا. اگه نگی 5 تا بده اضافه میشه. من چه گفتم؟ تو نتونستی بگی. من دقیقا همین 4 تا گفتم. تازه هم سبزی خوردم که گفتم من درست باشه یا غلط. و بذار من یه بار بگم. حافظ، سعدی، ایرج میرزا، فردوسی، من شاعر. آخه بچه باشه من اصلا 20 تا میزنم بهش. من 20 تا میزنم. اون یه دونه رو خودت بگو. اون یه دونه رو خودت بگو ببینم. اطلاعی اصلا خند نگو دیگه عزیز دلم. خب الان من اعلام میکنم بازندم. چقدر بخون بابا بخون بده بخونم. 3 بار صدای سوسکی در بیاوری. بلند خودم بگو اما بشنم دیگه گفتی بیا بچه نمیدونم اینو بکشم قطعا نمیفته. یس 5 تا دانشمند نام ببرید. میدونی یادم دانشمند به خدا من یادم نید. یعنی پارتل اصلا خودم اینو دانشمند چیز کردم. معلم ثانی هم بود. الان یادم نمیاد. آقا باش 25 آقا اما پایتنه تو رو خدا کمک کنی. 5 تا دانشمند نام ببر. خب من خودم رفته دانشمند تحقیق میکردم. نمیدونم چرا الان یادم نیاد. حالا دیگه بکن دیگه. 20 تا میزنی برم. 20 تا من میزنم. نه با 25 تا بزنم. خودش چی نوشته؟ یک خاطره کوتاه تعریف کنی. نام اصلا خاطره یادم نمیاد. خب دیگه چه خبر؟ باید خاطره تعریف کنی. اصلا از این ساده تر نداشتیم. اصلا بچه مثلا اینو تعریف نکنه تقلبه. من نمیدونم چه احساسی میکنه. خب بگو بچه منتظرم. منم وقتی من میرفتم کلاس استف موقع دارم کلاس استف من خیلی ترسیدم. اصلا نمیخواستم برم. مثلا قورباغه پروانه اصلا دلم نمیخواست برم. ممنونم. تاثیرگذار بود. منطقی بود. خب بچه هممون میتونیم یه بار خب ارو برداریم. علی کنانتری هم تا کنی یه بارشو برداشته. حالا نوبت منه. اینو من برمیدارم. گوش نفر سمت راستتان رو بپیچید. چون نفر سمت راستتان رو از این چپ بپیچن. البته بچه برای اینکه فکر نکنید تقلب نشه اینم اینجایی که میشه نفر سمت راست. سلامتی. بله من با مشکل گوش داریم. نداره. خب علی جان نوبت تو. یعنی بچه ها میبینی از این رو بردارم. اینو نه دیگه من یه دونه رو برداشتم تو میدونه رو برداشتی. اگه اینو بردارم اینو میتونی سری بردی به نفع دوتا. نه مرشد من قبول ندارم. یکی بردار نکشی میشه 30 تا بیا باید بکشی. نه آقا این افتادن داره دیگه. من 25 تا. آقا نه بابا نمیشه. عیب نداره. با صدای بلند گریه کن بلند با خنده است. نه همسه پایین میگه همسه بالایی چته. خب میریم اینو بکشیم. بیا خیلی باید رو بکشیم. نه کی گفته؟ آج من بالایی رو میخوام بردارم. نه نوبت شماست که برای همه چای بریزیم. اوکی چای داشتیم. خودش چونه منم میخوام بشکنم. بس علی نوبت تو. ارو نمیتونه برداره. ارو گفته باشم نمیتونه برداره. آقا باخته دیگه. باخت عیب داره سر شکستن. نه میخوام با این دستم بکشم. آخه باخت رو اعلام کن. بابا این چیزی در نمیاد. روی هم نمیتونه بکشی. زیری هم که اصلا آزشون خیته. ولش.
نیمت فقط فاصله. خب چی نوشته؟ پنج غذای خوشمزه نام ببری. من بلدم. قرمه، قیمه، جوجه، کباب، پیتزا. جوجه کباب پیتزا. جوجه و کباب پیتزا. چون بچه ها فکر کنم جوجه کباب پیتزا. خب بریم سراغ بقیه داستان. میز تموم شد. ارفان فکر کنم تو نابوشه. بیافت. همش رو اینه. یکیش هم بیافته حسابا. من اینو میکشم که حساب نیست. بچه هم عمرم من تو کامل خودم میبودم. نباختم به بزرگی خودتون ببخشید دیگه. بچه لاک و ساب و کامنت اصلا یادتون نره. خب 3 بار صدا بوغلمون در بیاوریم. صدا موتور ماشین در اومد اشتباه. خب بچه ها بریم آماده شیم که علی کلانتری یعنی مهمونمون مجازات شه. خب بریم خب بچه ها اومدیم که مجازات علی کلانتری در بازی جومانجی رو با هم ببینیم. علی طناب زدن یه ذره هنوز گذاشته از سوپا شکسته است و گفتیم چی مجازات بهتر از این و طناب زدن برای من خیلی آسونه. خب من اگه میباختم میتونستم 25 شنا میرفتم چون شنا برای من خیلی سخته. خب علی تو الان باید 25 تا طناب بزنی. آقا باشه سر هم. باشه سر هم. خراب بشه چی؟ خراب بشه نه دیگه دوباره همون رو باید بشونی. نه بیا جلوتر به دیوار نخوری. اوکی تو اینجا باش. خیلی ممکنه خودتون کار کنی روش خوده. چون بچه من نمیخوام پوز بدم. من علی کارت کاری استادم گفته 5 طناب بزن. الان 16 تا. 16 تا بزن. 16 تا زای دیگه. ادامه رو برو ولی بگیش. الان باید 17 بشی. 17 من علی کلانتری بازی جومانجی تا ویدیو دیگه خداحافظ. خدا فراموش نشه قطعا بازم از این ویدیوهای بازی میذارم. فعلا خداحافظ.